میسته شد کافی این دو شام بوده در خیلی کجا اوش کردن بگیده بس همانی گودران کافی همانی گودران نصرالدین نوری‌الدین یا همون خسروی من این چی نواری است که به مردم نشان میدهید؟ آیا میخواهید که بعد از مردن هم در نامه اعمال شما گناه نوشته شود؟ وقتی این همین خیلی صحنه های گناه را به نمایش میبرارید از الله شرم نمیدارید؟ شما فقط خیال میکنید که خیلی کار خوبی انجام میدهید ولی در واقع گناهان بزرگ را انجام میدهید. اکی نصرالدین از روی وجدان جواب ده، همسر یا دختر شما با یک مرد بیگانه این همیخل همدیگرشان در آغوش گیرن و نوار برداری کرده به مردم نشانتیم براتان پسند است؟ کنی غیرت و ناموس مسلمانیتان سین و سالتان به جای رسیده است، به جای توبه کردن و اصلاح شدن گناهان جاریه را پهن دارید. شما مسلمانید و در آغوش گرفتن زن بیگانه برای شما حرام است. شما باشید هم گناه را انجام می دهید و هم آن را به نوال گرفته به نمایش می گذارید که این گناه بزرگ و جاریه است و بعد از مرگ هم در نامه اعمال شما گناه نوشته می شود. تا زمانی که این نوال در نمایش باشد به قدر هر بیننده در نامه اعمال شما گناه نوشته می شود. این پیام پروردگار است که در قرآن آمده است. تصور کنید این نوارهای شما را میلیون ها نفر می بینند و میلیون ها گناه در نامه اعمال شما ثبت می شود اگرچه بعد از مرگ هم باشد. قسم به الله که هیچ یک از تماشابینان در قبر عذاب الله را از شما کم کردن نمی توانند. شما باشید به خاطر آنها آخرت خود را برباد می دهید. از من به تو یک نصیحت، پیش از مرگ حتما به نزدیکانت وصیت کرده بگو که مبادا اگر مردم تمام نوارهای مرا از شبکه ها پاک کنید تا بعد از مرگ هم در نامه اعمال شما گناه ثبت نشود. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم.